در چند سال آخر زیاده از 20 متخصص ورزیده فناوری‌های اطلاعاتی تاجیکستان را ترک کرده در کشورهای دیگر از جمله ازبکستان همسایه مقیم شدند. در این باره رسانه‌های تاجیکستان از قبیل آزیا پلوس و یورتیجی بارها خبر دادند. این در حالی است که خود تاجیکستان به چنین کادرها نیاز زیاد دارد. اما خورشید میرزا رئیس آژانسی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی فرار چنین متخصصان تاجیکستان را مایه نگرانی نمی‌داند. این اقتصادی بزرگانی است. هر جا که شرایط خوبتره، کجایی که محیط هست، هر وقت شرکت یا که شهروند اونجا انتخاب میکنه. در ما نیز این علاقه ایتی پارک نیز فعالیت دارد. بسیار متخصصایی که در دیگر دولت‌ها از آن جمله نفرایی که حاضر شرکت‌های جوانای بچه‌های ما که در شهر مسکو فعالیت میکردن در همین ساحه ایتی علاقه اومدن در ما رزیدنت شده ایستادن. یعنی که این مسئله یک ما در اقتصادی بگیم آزادی دنیوی هستیم. کجا کی میرود همه در این فکر میکنیم که آزاد است. معاش پست، قانونگذاری ناکامل، شرایطی نچندان مساعد کار، فراهم نبودن امکانیت‌های رشد و سرعت و صفت بد و گرانی نرخ اینترنت از سبب‌های ترک کشور کردن برخی از متخصصان ورزیده فناوری‌های اطلاعاتی نامیده می‌شود. اما خورشید میرزا میگوید صفت، سرعت و خرج اینترنت در تاجیکستان کارمندان نهاد او را قانع می‌کند. بله، برای تطبیق حکومت الکترونی اینترنت زیاد لازم نیست. برای اینکه ما همه معلوماتایی که علاقه آماده کردیم در مخزن‌های مخصوص که ما در نزد اگنتی علاقه یک سال پورا آماده کردیم تمام اینا از داخل استفاده می‌شوند. برای تطبیق حکومت الکترونی ضرورت اینترنت بلند سرعت در کار نیست. نو در مجموع این طلبات زمان است. قناعتمندی خورشید میرزا از صورت، صفت و ارزش اینترنت در حالی است که ماه اپریل امسال در رده‌بندی شرکت سپید تست گلوبال ایندکس تاجیکستان از روی سرعت اینترنتی ثبت شده میان 155 کشور زینه 117 را کسب کرده است. به بهاگذاری این رده‌بندی صورت میانه بارگذاری 36.196 مگابیت ثانیه را تشکیل داده است که از سطح میانه جهانی 98.3 مگابیت ثانیه کمتر است. آژانسی نوآوری و تکنولوژی رقمی میگوید که هدف دارد در 10 سال آینده تطبیق حکومت الکترونی در کشور را تمام کنند. این در حالی است که امنیت سایبری در تاجیکستان قوی نیست و بارها سامانه‌های زیاد از طرف رخنه‌گران اینترنتی به آسانی شکسته شدند. اما خورشید میرزا میگوید اکنون برای تامین امنیت سایبری تارنمای دولتی مرکز ویژه‌ای تأسیس دادند که برای تامین حفظ معلومات و امنیت اطلاعاتی کار میکنند. تا کجا کار این مرکز با نتیجه است معلوم نیست و استفاده هوش مصنوعی از طرف رخنه‌گران امنیت اینترنتی را در سراسر جهان زیر خطر عظیم قرار داده است. رئیس آژانسی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی گفت باور دارد که رشد اینترنتی در تاجیکستان به زودی به سطح جهانی نیز خواهد رسید.